فداك وآباؤنا وأبناؤنا يا رسول الهدى، نذرنا لأجلك أرواحنا، فما غيرك اليوم من مفتدى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: زن به خاطر 4 چیز نکاح می شود: به خاطر مالش، به خاطر نسبش، به خاطر زیباییش و به خاطر دینش. پس دستهایت خاکالود گردد، زنی دیندار انتخاب کن. حدیث متفق علیه. یعنی نه اینکه برای یک مرد زنی زیبا یا زنی مالدار طلب کردن منع است. در این حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تأکید به آن میکند که در انتخاب همسر اولا دینداری را به نظر گیرید. اگر زن با وجود دیندار بودن زیبا و مالدار باشد، خیر بالای خیر است، ولی مقصد اساسی مرد در انتخاب همسر نباید فقط زیباگی باشد یا فقط مالداری و غیره، بلکه باید دینداری در نوبت اول و مقصد اساسی باید باشد. زنی دیندار زنی است که نماز را در وقتش ادا نماید، حجاب شرعی را رعایت نماید، در غایب بودن شوهر در آبرو و ناموس و مال شوهرش خیانت نکند و با مردان بیگانه به عذر صحبت نکند. در این حدیث لفظی تریبت یداکه آمده است که معنای ظاهری آن در این حدیث مراد نیست. معنای ظاهری آن خاکالود گردد می شود. این اصطلاحات مردم عرب است که به معنی دوستداری است. یعنی انسان کسی را دوست دارد به او تریبت یداکه می گوید، از جهت دوستداری. هو الله كمل أوصافه وسماه بين الورى أحمدا. هو الله كمل أوصافه وسماه بين الورى أحمدا. فما منقص فضله جاحد ومن يحجب النور إما بدا.